تا حالا شده دلت بخواد سر یکی داد بزنی یا اصلا حوصله‌شو نداشته باشی ولی مجبور باشی بهش یه لبخند ظاهری فیک بهش تعبیر بدی؟ دقیقاً این میشه نشوازی کردن که پدر روان آدمو در میاره. یه تحقیق جدید که اومده روی معلما انجام شده، چیز داستان دبستان با دبیرستان زمین تا آسمون فرق میکنه. معلمای دبستان کارشون بیشتر ددیه، با بچه‌ها ارتباط حسی دارن، محبتشون معمولا واقعیه. ولی امان از دبیرستان، اونجا یکم فضا سنگین‌تره، همه چی روی نمره و دیسیپلین میچرخه. معلم مجبوره احساساتش رو قایم بکنه یا جوری رفتار بکنه که بگه همه چیز تحت کنترله. مقاله میگه این ظاهرسازی تو محیط کار مستقیم وصل میشه به فرسودگی شغلی. یعنی اگه محیطت سمی باشه و حمایتی نبینی، فقط داری باتری روحت رو خالی میکنی. تهش اینه که چه معلمی چه هر کار دیگه ای جایی کار کن که بتونی خودت باشی، نه بازیگر نقش خودت. تمام.